به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان‌آموزان گرامی. درسی 25 است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف X X X X. xenophobia 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 بد دیدن یک ملت، بدبینی قومی، بدبینی نژادی یا بیگانه ترسی. X-ray 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 عکسی رنتگنی، یعنی خداوند ما و شما را نگه دارد از به بیمارخانه رفتن. وقتی ما و شما به بیمارخانه می رویم میگویند که روین رنتگن کنید، یعنی همین را در نظر دارند، عکس رنتگنی. خب زایلوگرافی 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 صنعت نقاشی. خب زایلوفون 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 یک اسبابی موسیقی هم گویم، شاید خطا نکنیم، به توجه سنتوری چوبی یا زیلافون زیلافون زایلوفون زیلافون، یعنی در بالای میزنم با این چوب و صدای گوناگون شاید که دهد. خب این بود حرف X و یا درسی 25. تا درس های نوبتی، خدا نگهداری شما.